رتبه بندی تمام نسخه‌های سری اساسین کرید پارت 1. رتبه 13 اساسین کرید 1. این بازی وقتی اومد یه مکانیک جدید وارد دنیای گیم کرد و اولین بازی از سری مجموعه اساسین کریده. ولی خب یه سری نقطه ضعف هم داره که میشه به مراحل تکراری و مبارزات بیرو و خشکش اشاره کرد. ولی خب در کل یه بازی ارزشمند و به یاد موندنی. رتبه 12 اساسین کرید رود به زاویه دید متفاوت نسبت به اساسین ها، اساسینی که تمپلار میشه. این بازی دنیاش خیلی شبیه بازی اساسین کرید بلک فلگه، ولی خب یه سری نقطه ضعف هم داره که بازی از یه جایی به بعد فاصله سربر و تکراری میشه و نوآوریش هم خیلی کمه، ولی در کل یه بازی جمع‌وجور و خاص. رتبه 11 بازی اساسین کرید سیندیکه که دو تا شخصیت قابل بازی داشت و مبارزات بازی به شدت خفن شده بودن، ولی خب داستان بازی در حد متوسط بود و حس اساسین بودن تو این بازی خیلی کمرنگ شده بود. در کل یه بازی خوبه ولی اینقدر ماندگار نیست. رتبه 10 اساسین کرید ریولیشن پایان سگانه اکسیون و بازم گیم پلی تکراری و نوآوری کم. در کل یه بازی ارزشمند واسه فنای این سریه. من حافظ ایکس هستم و برای دیدن ویدیوهای بیشتر راجع به دنیای گیم پیج رو فالو کن.